Allah ve Kabe'yi maqsud bilesende Hoccac uçumda Kabe'yi maqsud bilesen Bu yandı berhari muharem ve Muhammed'a Bu yandı berhari muharem ve Muhammed'a شوري شو محشر أفغانان لها كونان شوري شو محشر أفغانان لها كونان الله لها كونان عندن كلا سندان مدينة مدينة أبا محمد Bu kola verse kazanmış o devam edeceğim. Yeni biraz ağır çıkıyor. Bas. Gidiyor kayıyor. صاحبش غریب خرنا این همه میفرم شما احترام گذاشته حق عزت او را گذاشته شما برای دعوا آمده برای صدا بلند کردن آمده برای احترام عزت خواهش میکنیم برادران عزیز کل خواهش میکنیم خواهشی را رعایت کنه انشاءالله اینا بزرگان آمدن جنازه آمد حضرت مخدوم اسماعیل فکیران آمدن سخن میکنه همگی خاموشی را رعایت کنه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله اما بعد السلام از همه شما خواهش میکنید خاموشی را رعایت کنید دوستای خدا آمدن خودشان می‌نشینند شما جای خودت
أن ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگوید که من از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفتن خداوند علم را از میان مردم به یک بارگی از بین نمیبرد، بلکه علم را به سبب از بین بردن علما و دانشمندان دین از میان میبرد. حتی اذا لم یبق عالما، حتی زمان فرا رسید که یک عالم و دانشمند در میان مردم باقی نماند. خداوند هم عالمان و دانشمندها را پی هم از میان بردن گرفت، چنانه که چند سال می شود در این سرزمین ما پیشواها یک قیفسی دیگری رفته ایستادند. وقتی که خداوند عالمها را از میان برد و عالمی را در این حیات، در این روی زمین باقی نگذاشت، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مردم پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. عزیزان اهل اسلام، امروز ما و شما میبینیم یکی از پیشواهای بزرگ ما، یکی از عالمهایی که وصف او را بزرگان خودشان میدانند، عزیزان اهل اسلام، هم عالم ربانی، هم مرشد، هم حافظ کلام الله، تمامی دارای صفتهای خوب امروز از میان ما رفت. وقتی که چنین انسانها در میان مردم باقی نماند، خداوند عالمی را باقی نگذاشت، مردم دیگر پیشوایان جاهل و نادان را برای خود پیشوا میگیرند. فسئلوا فافتوا بغیر علم، پس هنگامی که اون اشخاص جاهل و نادان، اون انسانهایی که عالم و دانشمند نیستند، از علم شریعت بهره ندارند، اما همچون پیشوا قرار گرفتند، وقتی که اونها را پرسیده می شود فسئلوا فافتوا بغیر علم، اون اشخاص نادان بدون علم و آگاهی به مردم فتوا صادر میکنند. فضلوا و اضلوا، پس اونها خود گمراه، در نتیجه دیگران را هم گمراه میکنند. از این رو عزیزان اهل اسلام، وجود علما را غنیمت دانید. پیش از آنه که علما و دانشمندان دین از میان ما و شما روند، احترام اونها را بجا بیاریم، از علم اونها استفاده کنیم، در نزد اونها زانوی ادب زنیم، تعلیم علم گیریم و احکام شریعت از اونها پرسیم، حلال و حرام از اونها فهمیم. چون که از میان که رفتن دیگر پشیمان میشیم، دیگر پشیمانی سود نداره. در ماه
مبارک رمضان روزه میگیرند. ببینید برادران عزیز گرامی، ما الحمدلله در این ساعتها همه روزدار هستیم. حالتی که میخوام گپ بزنم دهانم خوش شده ایستاده است. این اشاره به آن میکند که جنت عاشق یکایک ما و شماست، خصوصا استاد ارجمند مرحوم ما که امروز در دهه رحمت خدا جانش نشا گرفت. چی مرتبه عالیه در ماه مبارک رمضان در دهه رحمت و در حالت روزداری و صومداری. زی سبب برادران عزیز گرامی و در حالت روزداری و صومداری، زی سبب برادران عزیز گرامی همین 4 صفتی را که الان ذکر کرده بودم